آخرین نفری که از بین من و داداشم بخوابه برنده 2 میلیون تومن میشه. آقا نیما ناموسن تا حالا چند ساعت بیدار بودی خدا وکیلی؟ من تا حالا 16 ساعت بیدار بودم. اینا 16 رو بودی؟ آره من قبل از اینکه بیام یوتیوب فعالیت کنم من آپارات فعالیت داشتم و تو آپارات یه ویدیو آپلود کردیم که 48 ساعت نخوابیدم و آپارات به دردم نمیخوره. ندید آپارات و آقا فقط لیتس گو. حالا که بچه ما این چالش رو رفتیم میخوام یه سری چالش ها بذارم داخل این ویدیو. یعنی چی؟ یعنی این که اگه مثلا پرتاب سطل انجام بدیم و پرتاب مداد منظورمه پرتاب مداد انجام بدیم و یه سری چالش های دیگه انجام بدیم، یعنی تازه‌مون بره بالا، مثلا میذاریم یه دونه آمریکانو و یه دونه اسپرسو بخوریم و اینطوری میتونیم خودمون رو تا شب یعنی تا وقتی که اون یکی بخوابه خودمون نگه داریم. که البته من پیروز این چالش هم، ولی من 48 ساعت. آقا ما الان اومدیم بیرون، داریم میریم سمت یه فروشگاهی که خرید کنیم. فروشگاهی که خریدش رو هفته بعد براتون میذارم. یه ولاگ خیلی خفن هم داریم که الان داریم میریم اونجا و یه نوع پیاده رویه که من آقا نیما داریم میریم. یا قرآن مجید. آقا لیتس گو. آقا ما الان قراره پامون رو بزنیم قد دیوار و یه حالت زیر رو مانند بشیم و ببینیم که کی میتونه بیشترین دوامو داشته باشه. آقا لیتس گو. خب آقا زمانی که من قد دیوار بودم 4 دقیقه و 36 ثانیه بود و زمانی که نیما قد دیوار بود 5 دقیقه و 21 ثانیه بود و واقعا چالش سختی بود. آقا اینم از این چالش که من ریدم توش و ناموسم کوفتت بشه اسپرسو. تش بیا منو بخور. مثلا شما ساعت رو نگاه کنید، ساعت 3:05 شب آجی و ما همچنان بیداریم. آقا من دیگه اینجا میرم میخوابم، چون همونطور که تو چالش قبلی گفتیم بدون گوشی بدون هیچ تجهیزات سرگرم کننده میریم و یه گوشی برای خودمون استراحت میکنیم و یه آهنگ چیزم گذاشتیم که آهنگ شب لالاییه و آره دیگه چون کپی رایته نمیذارم بچه آهنگشو. پس آقا بریم که استراحتمون رو بکنم. من نمیکشم و شب بخیر. سلام بچه‌ها، عذرخواهی میکنم بابت اینکه قسمتی از ویدیو نیفتاده بود و خلاصه اینو بهتون بگم که نیما برنده چالش شد و دوستتون دارم. حتما از من ویدیو رو لایک کنید و چنل منو سابسکرایب کنید.